چند تا از ضربات آپرکات رو که کجا بزنیم و چگونه بزنیم با حریفمون جا قد بلند باشه یا چگونه حریف ضربه‌اشو با آپرکات دفع کنیم بهتون میگم. وقتی حریفمون حمله میکنه اولین ضربه که میخواد به ما بزنه آپرکات رو میزنیم، ببین میریم پای راست چپ میشینیم. خب حالا بعدین میتونیم اسلیپ کنیم یا با هوک بزنیم. اکثر قهرمانای دنیا هم ببینید قزاق و ازبک و کوبا با این روش ها کار میکنن. معمولا اونا چپ دست یاد میگیرن ضرباتو. خب حالا اینو میتونیم به صورت چپ کارتی این کارو بکنیم. حالا میتونیم گفتم اینم بزنیم، بعد از اینجا اسلیپ یا پیوت کنیم بزنیم. این یک. دومین ضربه ما، ببین اگه حریفمون قد بلند بود خب میشینیم زیر دستش. ببینید یه جور تله میزنیم دیگه. چپو نشون میدیم، فقط دست بدون پا چپو نشون میدیم. خب اگه دستشو باز کرد چه بهتر، میشینیم زیر دستش. نشد عین همون، ببین چپو میزنیم دستشو باز کرد میشینیم زیر دستش، کتفو میاریم جلوی تکمون نشستیم، از اینجا پرکات.